در دوشنبه یک جوانزن فرزند نخستین خود را در اولوچه تاکسی به دنیا آورد. اکنون او و فرزندش به سرتیفیکات سالانه روی بی پول در اولوچه تاکسی صاحب شدند. روز دوم ماه سال 2024 یک ساکن پایتخت تمنا جمیلوی 22 ساله بر اثر بارشات شدید و رهبندی نتوانست سر وقت به تولدخانه برود. سفرمو سعید و مادر تمنا بعض پلوس نقل کرد که حال دختر و نبیرش خود را خوب حس می‌کنند و روزهای نزدیک از بیمارستان جواب داده خواهند شد. او نقل کرد که وقتی دخترش را درد فرزند گرفت به شرکت اولوچه تاکسی زنگ زده ماشین فرمایش داده است و از اپراتور خواسته است که هر چه زودتر ماشین فرستند. هیچگاه چنین بارشات را ندیده بودم. با وجود این راننده تاکسی کوشش میکرد که تیز حرکت کند، ولی بر اثر تنبشوی ما تا تولدخانه نرسیدیم. من و خوشدامن دخترم او را آرام نموده خواهش کردیم که باز کمی صبر کند، لیکن وقتی که نزد اوور آمدیم او تولد کرد. حکایت کرد سفرما. به گفته مادر دختر آنها از راننده خواستند که ماشین را نگاه داشته به بیرون برآید. ما سراسیمه شدیم و ناف طفل را بریده نتوانستیم. از این رو باز راننده را دعوت کردیم تا تولدخانه رسیدیم تا آنجا طبیبان ناف را بریده آنها را به داخل برند. میگوید سعیدوه شوهر تمنا در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشته است. راننده تاکسی شرکت اولوچه تاکسی شهرت ولیف در صحبت با از پلوس اظهار داشت که زیاد از 10 سال باز تاکسی میراند و بار اول با چنین حادثه دچار شده است. اکنون بار سوم بابا شدم. خودم دو نبیره دارم الوه کرد و شهرت نقل کرد که در آن روز بارانی مسافران را از محله افتادرام گرفته به سمت تولدخانه روان شده است. وضع دختر بد شد و من قرار دادم که بی توقف حرکت کنم، لیکن بر اثر بارشات زیاد درو تنبشوی به وجود آمد و از آن گذشتن غیر امکان بود. ما تا اوور آمدیم توقف کردیم، زیرا دختر به زنهای امروش خبر داد که به فکرم من الکی تولد کردم. من ماشین را باز داشته به بیرون برآمدم. وقتی همش به آخر رسید زنان از من برای بریدن ناف طفل یاری خواستند، اما من گفتم که بیاید بهترش تا تولدخانه رویم. نقل کرده است تاکسیران. شاید این حادثه بودن راننده‌اش را تصدیق کرد. در شرکت اظهار داشتند که در مراسم رخصت مادر و طفل از تولدخانه همراه این راننده اشتراک خواهند کرد. به مادر و طفل نوزاد تحفه تقدیم می شود، از جمله گواهینامه سالانه روی بی پول در تاکسی شرکت اولوچه تاکسی. ذکر کردن در شرکت همچنین گفتند که کارمند خود را نیز دستگیری و هوسمند خواهند کرد.